برو بریم خوشگل ترین میز یلده امسال با هم دیگه بزنیم. یه لوله برق از ابزار فروشی الکتریکی ها تهیه کنین، اینجوری رنگش کنین، یه دونه از این هسته‌ای که گل فروشی ها دارن بزنین زیرش، یه اسفنج خیس کامل بزنین با چسب محکم، یه اسفنج خشکم بالا چسبه، حتما خوش بزنین کله نکنه کارتون. و سطح اسفنج اون کامل با برگ شمشاد پر کردم. واسه بالا برگ پامپاس استفاده کردم که خشک اصلا اتفاقی براش نمیفته. یه مقداری هم پایین استفاده کردم. رفتم سراغ میوه، انار رو چوب کردم، دونه دونه توی کارم استفاده کردم، خیلی خوشگل میکنه کارتون. و بعدش رفتم سراغ سیب، چند تا خرمالو هم به کارم استفاده می‌کردم، خیلی خوش رنگ و قشنگش کرد واقعا. واسه قشنگ‌تر شدن کارمون از گل داوودی زرشکی استفاده کردم، خیلی ترکیب قشنگی بهش میده. و بعدش هم یه مقداری عروس یا ژیپسوفیلیا بهش اضافه کردم که واقعا خوشگل کرد کارمون رو. رفتم سراغ گل بالا، گل خشک دارچینا رو چوب کردم زدم، و بعدش هم پرتقال خشکا رو دونه دونه چوب کردم زدم، یه مقداری هم بلوط بهش اضافه کردم، چند تا دونه انار خشک، واقعا خوشگلش کرد. چند تا انار خشکم این طرفش آویز کردم و یه اسپری کاسپیان کشیدم. صفحه منو فالو کن، کلی ایده و آموزش یلدایی برات دارم تا یلدا.